سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما بزرگوارانی که علاقه‌مند به تحصیلات حوزوی هستید. این کلیپ رو برای شما بزرگواران تهیه کردیم. امیدوارم که برای شما مفید باشه. چند دقیقه رو با ما همراه باشید. در قرآن آیه‌ای داریم که بین طلاب به آیه طلبگی معروفه، آیه 122 سوره توبه، که معناش این میشه: از هر جامعه‌ای موظف هستن کسانی به سمت مراکز دینی برن برای آموزش تحصیلات حوزوی و بعد برای تبیین مبانی دین به وطن خودشون برگردن و در خدمت مردم خودشون باشن. لذا به بهانه ایام پذیرش حوزه علمیه لازم دونستیم که این اطلاعات رو و دورنمایی از حوزه علمیه رو در اختیار شما بزرگواران قرار بدیم. چند کلمه هم از تاریخچه حوزه علمیه بدونید بد نیست. اولین حوزه علمیه در قرن 4 هجری توسط شیخ طوسی در کنار حرم امیرالمؤمنین تأسیس شده. حوزه علمیه قم هم در سال 1301 توسط آیت الله حائری تأسیس شده که به مدت 15 سال ایشون ریاست اون حوزه رو در دستشون داشتن و اونجا رو به یک حوزه علمیه قوی و نیرومند تبدیل کردن. اما در حال حاضر یکایک حوزه‌های علمیه کل کشور به غیر از خراسان و اصفهان زیر نظر مرکز مدیریت حوزه علمیه قم قرار دارن که به این شکل مدیریت میشه که همه حوزه‌های علمیه زیر نظر مرکز مدیریت استان خودشون قرار دارن و این استان زیر نظر قم مدیریت میشه. مثلا همین حوزه‌ای که الان شما میخواین واردش بشین، مدرسه علمیه المهدی رامسر، زیر نظر مرکز مدیریت استان مازندران قرار داره که مجموعاً با یکایک حوزه‌های سطح استان زیر نظر مرکز مدیریت قم هستن. فرآیند آموزشی در حوزه علمیه به دو بخش تقسیم میشه: تحصیلات بلند مدت و تحصیلات کوتاه مدت که ما بهش میگیم سفیران هدایت و بیشتر جنبه تبلیغی داره. نظام آموزشی بلند مدت حوزه علمیه از 4 سطح علمی تشکیل شده که هر سطح داره چند پایه تحصیلیه که مجموعاً از فوق دیپلم تا دکترا رو شامل میشه که براتون در ادامه توضیح میدیم. البته این رو همین وسط بگم که حوزه علمی رامسر نظام آموزشیش نظام آموزشی بلند مدت 10 سال است و تا فوق لیسانس رو داراست. نظام آموزشی بلند مدت حوزه شامل 10 پایه تحصیلیه. 6 سال اول میشه سطح 1 معادل فوق دیپلم. از سطح 2 به بعد سطوح تخصصی و سطوح عالی حوزه علمی است. سطح 1 3 سال اولش طلبه ها درس های ادبیاتی میخونن، صرف، نحو، یه مقداری هم از منطق و فلسفه و عقاید و فقه و اصول میخونن اما نه به صورت تخصصی. اما از سال 7 به بعد درس های فقه و اصول به صورت تخصصی دنبال میشن که 3 سال دوم، یعنی از پایه 7 تا پایه 9 سطح 2 و معادل مدرک کارشناسی نامیده میشه. پایه 10 به تنهایی به همراه 1 سال هم نوشتن پایان نامه که تقریبا 2 سال طول میکشه میشه سطح 3، یعنی فوق لیسانس حوزوی که فقه و اصول رو به صورت خیلی تخصصی تر به همراه رجال و عقاید و فلسفه بهشون آموزش داده میشه. شاید کلمه درس خارج برای شما آشنا باشه. از سال 10 به بعد و بعد از پایان نامه طلاب به درس خارج علمای مجتهد میرن که به اجتهاد یا دکترای حوزوی دست پیدا کنن، یعنی در علوم حوزوی صاحب نظر بشن. البته برای کسب اجتهاد خیلی ها هستن که تا 14 سال 20 سال هم درس خوندن و هنوز هم دارن میخونن و به اون قوه اجتهاد نرسیدن، اما برای گرفتن مدرک دکترا و ارائه یک پایان نامه تحصیل و ارائه 4 سال درسی درس خارج کفایت میکنه. بعد از اتمام سطح عمومی یعنی پایان سطح 1 طلاب میتونن در درس‌های تخصصی و رشته‌های تخصصی شرکت کنن، اهم از حقوق، علوم حدیث، تفسیر علوم قرآنی، فلسفه، کلام، مشاوره اسلامی، اخلاق و تهذیب اسلامی، روانشناسی، جامعه شناسی، تاریخ تشیع، تاریخ و سیره اهل بیت، تبلیغ، مدیریت، علوم سیاسی، اقتصاد اسلامی، ادیان، فرق و مذاهب و بسیاری از رشته‌های دیگه شرکت کنند به سلیقه و انتخاب خودشون. ببینید همونطور که تو دانشگاه یک مراکز عالی آموزشی داریم و دانشگاه، در حوزه علمی هم همینطوره. مثلا شما دانشگاه آزاد داری، در کنارش دانشگاه صدرا هم داری. حالا در حوزه علمی هم همینطوره. مراکزی به عنوان مراکز آموزش عالی قرار دارن، مثل مؤسسه فقه القضا، مؤسسه امام خمینی، مؤسسه ائمه اطهار، مؤسسه آموزش عالی امام رضا و خیلی از این مؤسسات این قبیل، یا همین حوزه‌های علمی بلند مدت که فرقشون اینه که شما میتونید رشته‌ای که
نام بردیم رو در مؤسسات آموزش عالی ادامه بدید، یا اینکه در همین حوزه‌های علمیه در رشته فقه و اصول، یعنی همون مبانی فقه و حقوق اسلامی، تا مقطع دکترا ادامه بدید. حالا اگر شخصی از شما سوال کرد که خب اومدیم و این 15 سال درس رو هم شما خوندی، مجتهدم شدی، به چه کار میایی؟ به چه درد میخوری؟ و این خیلی سوال مهمیه. رسالت حوزه علمیه برای اینه که افرادی چون آیت الله بهجت ها، آیت الله مجتهدی ها، آیت الله طباطبایی ها، حضرت امام مقام معظم رهبری و این چنین علمایی رو تربیت کنه که نه تنها خودشون اشخاص نورانی هستن، افراد دور و بر خودشون رو هم از علم و معرفت و آگاهی خودشون بهره مند میکنن و به مسیر درست هدایت میکنن. اما همراه این خلاصه به اقتضای زمان شما نیازمند این هستی که شغل بگیری یا کاری رو انجام بدی. در جامعه میتونی به شغل‌های مختلفی بپردازید. میتونید در حوزه علمیه مدرس بشید یا مدیریت حوزه علمیه یا به عنوان معاونت‌های آموزش و پرورش و تهذیب مشغول کار بشید یا در قوه قضاییه مشغول بشید. میتونید در دانشگاه‌ها به تدریس بپردازید، همینطور در مؤسسات عالی حوزوی و دانشگاهی. میتونید امام جمعه بشید یا به عنوان نماینده ولی فقیه در استان‌ها و شهرستان‌ها به فعالیت مشغول بشید. حتی در مؤسسات تحقیقی و پژوهشی میتونید مثمر ثمر واقع بشید. حوزه‌های نمایندگی در دانشگاه‌ها که مرکز ارتباط یک روحانی میتونه با دانشجوهای جوان باشه، شما میتونید اونجا ایفای نقش کنید. در حوزه شهری در دفتر اسناد مدارک یا دفتر عقد و ازدواج، وکالت، آموزش پرورش، نهادهای عقیدتی و نظامی و صدا سیما و خیلی از نهادهایی که اینجا مجالی نیست برای گفتن. پذیرش و ثبت نام در حوزه علمیه به این شکله که شما ثبت نام میکنی، کنکور میدی، بعد که قبول شدی انشالله میری برای مصاحبه و بعد انشالله مشغول به تحصیل میشی. از 19 اسفند 1398 این ثبت نام شروع شده و تا تاریخ 20 خرداد سال 1399 این ثبت نام ادامه داره. حوزه علمیه رامسر بنا داره که در سال تحصیلی 1399 الی 1400 طلابی را از پایه اول و ورودی حوزه جذب کنه، همچنین از طلبه هایی که در سطح بالاتر قرار دارن و میخوان تحصیلاتشون رو ادامه بدن در پایه های بالاتر از حتی سطح 1 الی سطح 3 و پایان پایه 10 دعوت میکنه که برای مصاحبه و ثبت نام به مدرسه المهدی رامسر تشریف بیارید. در خدمت شما هستیم. شماره مدیر حوزه و معاونین محترم و شماره رسمی مدرسه رو اینجا ذکر میکنم، میتونید تماس بگیرید و در خدمت شما بزرگواران هستیم. امیدوارم که این کلیپ برای شما مفید واقع شده باشه. پیروز و موفق باشید. خدا نگهدار.